تا حالا به این فکر کردین که اگه مونالیزا یه گربه بود چه شکلی میشد؟ Hi everyone, welcome back to a new video with Pinkmade. به یک ویدیو جدید با پان خوش اومدین. اونجا قرار میشه که من برای واحد چاپ دومون باید موضوع انتخاب میکردیم و چون قرار بود 3 سری چاپ مختلف باشه موضوعهاش باید شکل همی بود و من به این فکر کردم که چی بهتر از این که بیام آثار نقاشی قدیمی رو جوری بکشم که انگار گربه بودن. اثر اول رو دختر با گوشواره مروارید انتخاب کردم، گربه‌ای با گوشواره مروارید. خودم خیلی دوستش دارم. چاپ سختی بود، چاپ پلکسی. روندش رو براتون توی شورت میذارم، حتما ببینیدش. و اینکه الان رسیدیم به پروژه دوم که قراره چاپ تتراپک داشته باشیم که تتراپ میشه داخل این پاکت ها، این جنس داخل پاکت های آب میوه بهش میگن جنس تتراپک و قرار روی این حکاکی کنیم و چاپ بشه. و اثر دومی که من انتخاب کردم مونالیزا هستش که قراره تبدیلش کنیم به گربه با هم دیگه. مونالیزا رو که دیگه همتون میشناسین، به خاطر لبخند ژکوندش معروفه و چی از این بامزه تر که ما یک میولیزا داشته باشیم. خیلی مشتاقم که ببینم چی میشه. طرح چاپش رو بعداً براتون باز ویدیو میگیرم و به صورت شورت حتما آپلود میکنم. اگه به گربه ها علاقه دارین یا کلا از تایم لپس دیدن، نقاشی کشیدن و اینجور چیزا خوشتون میاد، یادتون نره که حتما پینکمید رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و بریم که با هم دیگه نقاشی بکشیم. گو گو! من توی نرم افزار پروکرییت این اسکچ رو میزنم. بعد از باز کردن کنوس رفرنس که عکس مونالیزا هست رو هم باز میکنیم و حالا شروع میکنیم به اسکچ زدن. من نمیدونم که مثلا اینطور ویدیو گرفتن که ویدیو رو ضبط کنم بعدا روش صحبت کنم بهتره، یا ویدیویی که حین صحبت کردن، یعنی حین نقاشی کردن صحبت میکنم بهتره. نمیدونم حقیقتا. آخه حینی که دارم نقاشی میکشم خیلی چیزایی که دوست دارم بگم توی ذهنم هست و بعدن اگه همون حین ضبط نکنم صدامو 99% از مواقع من یادم میرسم چی میخواستم بگم، ولی معمولا هم موقعهایی دلم یعنی حوصله نقاشی کشیدن دارم که حوصله ندارم حرف بزنم. برای همین به یک مشکلی بزرگی برخوردم. و همطور که می‌بینید من دارم اسکچ میزنم. اول مشخص میکنیم که سر و جای دست و اینا کجا باشه و من یکی از اون آدماییم که 1001 بار اسکچ میزنم، یعنی روی اسکچ باز میام اسکچ میزنم تا برسم به مرحله نهایی. خیلی از آرتیستا رو دیدم که مثلا اوکی یه اسکچ اولیه که میزنن دیگه اوکی دیگه میرن سراغ رندر کردن و کشیدن کار، ولی من اینطوریم که این رو که کشیدم خب این یک اسکچ، حالا اسکچ بعدی. اینجا نمیدونم چرا اسکرین رکورد نشده بود، برای همین تایم لپسش رو براتون گذاشتم که دارم اسکچ دوم رو میزنم. و اینکه من اینو سر کلاس کشیدم، یعنی میخواستم که همزمان صحبت کنم هم نمیشد. سر کلاس یک کلاس دیگه داشتیم و من یواشکی آیپد کشیدم زیر میز و اینو کشیدم. اصلا یادم نیست استاد داشت چی درس میدادم. از اونجایی که امروز واقعا توی اون مودم که نمیدونم اصلا چه حرفی بزنم، بیاید افسانه هایی که راجع به مونالیزا هست و براتون بگم. یکیش میگن که لبخند مونالیزا به خاطر تکنیکیه که داوینچی استفاده کرده به اسم اسفوماتو اگه اشتباه نگم، که در این تکنیک میان خطوط مرزی رو محو میکنن که یک حس ابهام و رازآلودگی به اون اثر بده. اینجا من مشکل خورده بودم، نمیدونستم که یادم نمیومد دماغ اون یکی که کار کردم چطوری بود. برای همین میرم نگاه میکنم که ببینم اون یکی چجوری کشیدم و دیدم کلا زمین تا آسمون فرق میکنه با این یکی.
برای همین ما دوباره داریم اینجا که میام من پاک میکنم. براشی که استفاده کردم رو هم براتون تو دیسکریپشن می نویسم، ولی براش جدیدی نیست، توی خود پروکرییت هستش. من یکم زاویه هاشو تیزتر کردم از توی تنظیمات، حالا براتون میذارمش. آقا چیزی که جالبه راجع به مونالیزا یه افسانه است که میگه که مونالیزا در واقع پورتری مخفی خود داوینچیه، که این نظریه میگه که داوینچی با ترکیب ویژگی‌های خودش با یک مدل زن این چهره رو خلق کرده، یعنی اصلا این چهره وجود خارجی نداشته تا به هر حال یک خود یعنی سلف پورتری در قالب زنانه بکشه و به این نوع ترکیب یک سمبل کامل میشه دیگه، سمبل کامل مرد و زن. و همینطور هم بعضی از افسانه ها میگن که مونالیزا به دلیل یک عشق پنهان یا حتی بارداری مدل بوده که باعث شده چهره اینقدر آروم ولی در این حال پر از احساسات پیچیده رو داشته باشه. آره خلاصه حالا شاید براتون جالب باشه ولی مونالیزا اول اینقدر که الان معروف و شناخته است معروف و شناخته نبوده و در واقع داستان میرسه به موقعی که سال 1911 اگه اشتباه نکنم 1910-11 اینا، یک فرد ایتالیایی به اسم وینچنزوشو یادمه ولی فامیلش پروجا فکر کنم، وینچنزو پروجا میاد تابلو رو از موزه لوور در پاریس میدزده و به خاطر اینکه معتقد بوده که مونالیزا باید به ایتالیا برگرده، به خاطر اینکه هنرمندش یک ایتالیایی بوده و فکر می‌کرده که اصلا ناپلئون اون رو از ایتالیا دزدیده که توی پاریس هست اون تابلو و به مدت 2 سال این اثر رو توی آپارتمانش نگه داشته بود و کل دنیا داشتن میگشتن که ببینن این کجاست، ولی این خیلی شیک تو آپارتمانش نگه داشته بود این اثر رو. در آخر هم که وینچنزو میره این اثر رو به یک دلال هنری در شهر فلورانس بفروشه، اما همون این دستگیر میشه و شهرت مونالیزا بعد از این اتفاق خیلی زیاد شد و همه شناختن این اثر رو و خیلی سر صدا کرد. این هم یکی از چیزهایی بود که من توی ذهنم مونده بود و دوست داشتم یک جایی بگمش. از این اطلاعات به درد نخور هم شما دارین؟ من یک عالم اطلاعات به درد نخور توی ذهنم دارم، یعنی اطلاعات عمومی در واقع، ولی و موقع کشیدن این اثر، یعنی این اثر این نقاشیم اینطوری شدم که تازه متوجه شدم که مونالیزا موهای لخت نداره و خیلی برام جالب بود این موضوع، چون که به خاطر اینکه جلوی سرش خیلی تخته و کاملا چسبیده به سرش من همش فکر میکردم که موهاش لخته و بعد از اینکه اومدم بکشمش متوجه شدم که سمت چپش کاملا موهای مجعد و فر داره و اینجوریام که چه جالب. این موضوع هم خیلی برای من جالب بود. هم من خیلی درگیری داشتم به خاطر اینکه نمیدونم چرا اون روز حالم اصلا یه جوری بود که اینو داشتم میکشیدم و همین فعلا این نقاشی چیز خاصی نداشت من بخوام بهتون بگم، همینطوری که میبینید میتونید بکشیدش خیلی راحت و بازم میگم چون که برای کار چاپه واقعا اونقدر نیاز به دیتیل یا تمیز کشیده شدن نداره، برای همین یکم راحت تر از بیشتر مواقع این رو گرفتم. درگیری های من رو مشاهده میکنین که نمیتونم اسکچ بزنم. یادم میاد که خیلی عصبی بودم سر کلاس و حوصله‌ام سر رفته بود، ولی تمومش کردم و دوباره کشیدم و باز هم دوباره
اینجا باز نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که اسکرینم رکورد نشده بود، برای همین براتون تایم لپس رو میذارم و یک پایان بندی خوشگل داشته باشیم. اینم اینه که میگن که مونالیزا هر کسی که بهش لبخند بزنه رو خوششانس میکنه و قضیه از اونجوری شروع میشه که لبخند مرموزش نه فقط یک معماست بلکه یه نوع پیام مثبته که هر کس با دل خوش و نیت خوب به این تابلو نگاه کنه از انرژی مثبتش بهره مند میشه. بخاطر همینه که خیلی از وقتی که از لوور برمیگردن روزشون خیلی روشن‌تر میشده و حالشون بهتره. دفعه بعدی که مونالیزا رو دیدی فقط بهش نگاه نکن، بهش لبخند بزن، شاید خوششانست از همونجا شروع بشه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که دوست داشته باشید. لطفاً فیدبک هاتون رو بهم بدین که من بتونم ویدیوم رو بهتر کنم. تا یه ویدیو دیگه، بای.